10 تا کمپانی برتر دنیا چه کمپانیایی هستن؟ تو چه زمینه‌ای کار میکنن؟ تو چه کشورهایی هستن؟ و خدماتی که ارائه میدن چیه؟ اینا سوالاییه که منو کنجکاو کرد که برم دنبالش و جوابش رو پیدا کنم و توی این کلیپ با شما شیر کنم. سلام، من آرش هستم و امروز میخوام 10 تا کمپانی اول جهان رو به صورت خیلی مختصر و کلی یه بررسی بکنم. ولی قبل از این که برم سراغ خود کمپانی‌ها و اطلاعاتشون، میخوام بگم که چرا حس میکنم این نکته مهمیه دونستنش. به خاطری که این 10 تا کمپانی بزرگ عملاً تبدیل شدن به کمپانی‌های چاپ پول و قدرت دست ایناست، پول دست ایناست و احتمالاً آینده هم یه جورایی دست ایناست. اینا میتونن تعیین کنن که آینده داره به چه سمتی میره. و اگر ما این کمپانی‌ها رو بشناسیم، خدمات و محصولاتشون رو بشناسیم و مسیر حرکتشون رو بشناسیم، یه جورایی به ما یه تصویر کلی از آینده میده که بتونیم تصمیم گیری کنیم در مورد یه سری از مسائل زندگیمون، که مثلا چه اسکیلی یاد بگیریم که به درد آینده میخوره یا چه درسی بخونیم که میتونه به درد آینده بخوره و شاید دونستن این اطلاعات بتونه تو اون تصمیم گیری به ما کمک کنه. بریم سراغ معرفی این 10 تا شرکت. فقط قبل از این که شروع کنم، بسته به زمانی که دارین این ویدیو رو میبینین، احتمالاً یه ذره رتبه بندی این شرکت‌ها چون هر روز در حال تغییر هستن شاید فرق بکنه و اطلاعات من مربوط به آخرای دسامبر 2025، یعنی دیتا ها رو بر اساس اون سورت کردم. شماره 10 شرکت TSMC در کشور تایوان، مارکت کپ 1.5 تریلیون دلار. اسم تایوان که میاد ذهن هممون میره به سمت چیپست و قطعات سخت افزاری و این داستانایی که مربوط به سخت افزار تکی میشه و خب بیراه هم نیست، به خاطری که بزرگترین شرکت‌های تکی مثل اپل و انویدیا و برودکام و خیلی از اینای دیگه یکی از مشتری اصلی کمپانی TSMC هستن در تایوان که قطعات اصلیشون رو از اون خریداری میکنن و اسمبل میکنن و پروداکتشون رو میسازن. و یه چیز جالبی که در مورد حالا اکثر شرکت‌های تکی به خصوص همین شرکت TSMC هستش، بعد از اینکه AI اوایل سال 2022 یه جوری عمومی به همه معرفی شد و باهاش آشنا شدیم، این شرکت‌ها خیلی رشد عجیبی پیدا کردن و مثلا همین کمپانی سال 2022 مارکت کپش 200 بیلیون دلار بوده و الان که آخرای 2025 هستیم یا اوایل 2026 رسیده به بیش از 1.5 تریلیون دلار، یعنی تقریباً 5 برابر شده و برای یک کمپانی تو اون سایز توی 3 سال 5 برابر شدن واقعا یه چیز خارق‌العاده‌ای میتونه باشه. شماره 9 آرامکو، عربستان سعودی. مارکت کپ کمپانی بیش از 1.5 تریلیون دلار، یه ذره بیشتر از TSMC، برای همین تو جایگاه 9 قرار گرفته. و 2 تا فکت عجیب در مورد این کمپانی هست. حوزه کاریش که مشخص صادرات نفت و پالایش محصولات نفتی و جزو 10 تا کمپانی برتر جهانه و نکته خیلی جالبش تنها کمپانی نفتی جهان توی این لیست 10 تاییه و خودش یه مقداری عجیبه، چون همه فکر میکنن که آقا هر کشوری که نفت داره خب میترکونه و شرکت‌های نفتی هم که پول چاپ میکنن، در صورتی که میبینیم توی این لیست، یعنی قراره ببینیم که توی این لیست 10 تایی فقط همین آرامکو هستش که شرکت نفتیه. و نکته دوم که از اون هم عجیب تره، توی این لیست 10 تایی تنها کمپانی که از سال 2022 تا الان سقوط داشته و مارکت کپش از 2 تریلیون دلار رسیده به 1.5 تریلیون دلار همین شرکت نفتیه. و خب دلیلش هم یه جورایی واضحه، به خاطری که اکثر کشورهای غربی و آمریکای شمالی دارن میرن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و ماشین‌های الکتریک و سلولای خورشیدی و توربین‌های بادی و اینجور چیزا و یه مقداری اون ارزش نفت اومده پایین و خیلی دیگه طرفدار نداره و چیزای دیگه‌ای هستن که خیلی طرفدار پیدا کردن و برای همین ارزش شرکت‌های نفتی اومده پایین. شماره 8
برادکام آمریکا، مارکت کپ 1.6 تریلیون دلار. خیلی حوزه کاری شبیه TSMC هستش و قطعات سخت افزاری تولید میکنه و خب یه بخش بزرگی از بیزینسش همین زیر ساختا و شبکه‌ایه که ساخته برای شرکت‌های تکی که روش سوارشن، مخصوصا سرورهای کلاودش و کلاود کامپیوتینگش. یه رشد عجیبی از سال 2022 این شرکت داشته، همونطور که توی قسمت TSMC صحبت کردم اونا هم خیلی رشد بزرگی داشتن، ولی خب اینا به خاطر آمریکایی بودن و برند بودنشون تونستن خیلی بیشتر رشد کنن و از 200 بیلیون دلار تو سال 2022 خودشون رسوندن به عددی بیش از 1.6 تریلیون دلار. و دوباره این علامت سوال برای من ایجاد میشه که چه اتفاقی داره میفته که این شرکت‌ها با این حجم بیلیون دلاری و بزرگ یه دفعه تو 3 سال مثلا 7 برابر 8 برابر میشن. شرکت شماره 7 تسلا آمریکا، مارکت کپ بیش از 1.6 تریلیون دلار و برعکس برادکام اسم یکی رو خیلی شنیدیم به لطف ایلان ماسک و داستانایی که توی سوشال مدیا به وجود میاره. یه چیزی که خیلی عجیبه در مورد تسلا اینه که خب صنعت خودرو صنعت خیلی قدیمیه، بیش از 100 ساله که کمپانیایی مثل بنز و BMW و نمیدونم آودی و تمام این آلمانیا پورش و اینا دارن ماشین تولید میکنن و خیلی هم معروفن، خیلی هم موفقن، ولی تسلا کمپانی خیلی تازه وارد تو حوزه حمل و نقل و صنعت خودروه، ولی اینجوری از همه جلو زده و شده بزرگترین کمپانی خودروسازی جهان. توی این لیست 10 تایی تنها کمپانی خودروسازی جهان تسلاه و خیلی جالبه که خود ایلان ماسک اصلا میگه که ما خودروسازی نیستیم و خودشو بیشتر با کمپانی‌های تکی و دیتا کمپانی مقایسه میکنه، به خاطر اینکه میگه اصلا کاری که ما داریم میکنیم شبیه کمپانی‌های خودروسازی نیست، که خیلی بیراه هم نمیگه دیگه. الان مثلا روبوتاکسیاشو توی تگزاس راه انداخته، رباتایی که داره میسازه باز مربوط به خود تسلاست که یه شاخه‌ای از تسلاست که دارن ربات تولید میکنن. اصلا کلا توی یه فضایی داره کار میکنه که شرکت‌های خودروسازی نمیتونن وارد شن فعلا. و قسمت جالبش اینجاست که مثلا تسلا که بزرگترین کمپانی خودروسازی جهانه، دومیش مثلا میشه تویوتا که خب خیلی معروفه و توی رنکینگ جهانی رنک 55 رو داره، یعنی انقدر فاصله. مارکت کپ تسلا بیش از 1.6 تریلیون دلار، مارکت کپ تویوتا اگر اشتباه نکنم 250 بیلیون دلار، یعنی واقعا 1/10 اون مقیاس. یه نکته هم که دوست دارم بگم، حالا فارغ از این که ایلان ماسک کیه و چیه و دیدگاه سیاسیش چیه و اینا، واقعا اگر به نظر من ایلان ماسک و شرکت تسلا نبود، این هیجان رو توی بازار خودرو برای تغییر به وجود نمی آورد. سالها بود که شرکت‌های خودروسازی داشتن میساختن، میفروختن و راضی بودن و حاضر نبودن تغییر کنن، تا زمانی که تسلا اومد و تبدیل به تهدید شد براشون و دیدیم که همه چه به جنب و جوش افتادن که ماشین برقی تولید کنن و نمیدونم تغییر داخلی بدن و دیزاین ها رو تغییر بدن و خیلی جذابتر شد دنیای خودرو. ولی خب به ضرر خیلی شرکت‌های دیگه هم شد. اتفاقا یک کلیپ در مورد پورش درست کردم که توی اون بررسی کردیم که چرا این مسابقه برقی شدن و رفتن به سمت برقی ها اتفاقا به ضرر پورش شد و 99% سود سال 2025 رو از دست داد. حالا لینک اونم آخر این ویدیو میذارم اگه دوست داشتین اونم ببینید، خیلی کلیپ جالبی شد اونم. شماره 6 متا یا فیسبوک آمریکا، مارکت کپ یه چیزی کمتر از 1.7 تریلیون دلار. و خب اسم فیسبوک رو خیلی شنیدیم و میدونیم که از یه ایده 4 تا دانشجو تو دانشگاه برای گفتگو شکل گرفت و تبدیل به سوشال مدیا شد، ولی واقعا توی این سالهای اخیر خیلی خودش رو فیسبوک ریبرند کرده و اصلا کلا وارد یه فضاهای دیگه شده. اگه یادتون باشه چند سال پیش هم یه جهانی به اسم جهان متاورس معرفی کرد که به صورت مجازی آدما میتونن اونجا عملاً جهان خودشون رو تشکیل بدن و ایده جالبی بود به عنوان ایده استارتاپی، ولی خب اونقدی فکر نمی‌کنم طرفدار پیدا کرد.
و حالا تو AI میبینیم که خیلی داره سرمایه گذاری میکنه. عینک‌های ریبن ها رو میبینیم که اصلا تکنولوژی جدیدی به وجود آورده که دوربین روش داره، میکروفون داره و داره واقعا اون ایج تکنولوژی رو هل میده به سمت جلو و از اون فاز یه شرکت سوشال مدیا بودن و یه پلتفرم واقعا داره خارج میشه. تا اینجا شرکتایی که معرفی کردیم همه تو رنج 1.5 تا 1.7 تریلیون دلار مارکت کپ بودن. از اینجا به بعد خیلی اختلافات زیاد میشه. بریم سراغ شرکت شماره 5 آمازون آمریکا، مارکت کپ تقریباً 2.5 تریلیون دلار. همینجا میبینیم که اختلاف شرکت 5 و 6 یه چیزی نزدیک به 1 تریلیون دلاره که این عدد کوچیکی نیست. این 1 تریلیون دلار خودش معادل اقتصاد کل یک کشور میتونه باشه. یکی از اصلی ترین چیزهایی که درآمد آمازون رو تشکیل میده سرورهای AWS هستش که کلاود کامپیوتینگ رو برای کمپانی‌ها و اسمال بیزنس‌ها و حتی کورپوریشن‌های بزرگ فراهم میکنه و کلاً دیتا سنترهایی که آمازون داره و کمتر کسی انگار خبر داره که اون بخش آمازون خیلی سودده‌تره از این قسمتی که خیلی روی و ما به عنوان فروشگاه آنلاین میشناسیمش. شماره 4 مایکروسافت آمریکا، مارکت کپ 3.6 تریلیون دلار. اسم مایکروسافت هم که آشناس برامون دیگه، سخت افزار، نرم افزار، گوشی، سیستم عامل و کلا تو حوزه تک خیلی قوی کار میکنه و الان هم که دیگه تو بحث AI یکی از اوناست که حالا خیلی لید نیست توی بحث AI ولی واقعا جزو بزرگای AI هستش. یه قسمت از خدماتی که خیلی حیاتی داره مایکروسافت ارائه میده خدماتش به بیزینس هاست، برای بحث دومین و سرورهای کلاودی که ارائه میده و عملاً میشه گفت یه بخش بزرگی از کمپانی‌های آمریکای شمالی روی این سیستم‌های مایکروسافت سوارن. شرکت شماره 3 گوگل آمریکا، مارکت کپ 3.7 تریلیون دلار. حقیقتاً تحقیق در مورد گوگل خیلی کار سختی بود. یعنی من هر چی میرفتم جلو یه چیز جدیدی پیدا میکردم و تو حوزه های کار میکنه که واقعا تو بعضی چیزها اصلا بی ربطن به هم دیگه و موفق هم داره کار میکنه. مثلا همین یوتیوب یکیش که زیر مجموعه الفابته، یعنی خودش یوتیوب زیر مجموعه گوگله که گوگل زیر مجموعه الفابته و خب جوری بزرگ شده که میتونه با نتفلیکس و شبکه‌های دیگه که خودشون یه بیزینس‌های گنده‌ای هستن رقابت کنه. و از اون طرف توی بحث تولید گوشی و چیزهای سخت افزاری هم کار میکنه، توی بحث مارکتینگ هم کار میکنه، تو بحث خودروهای تاکسی‌های خودران هم کار میکنه. الان تو سان فرانسیسکو که ویمو قشنگ دیگه کامل راه افتاده، توی بحث درون دلیوری داره کار میکنه که من یه چند تا کلیپ فقط تو چین دیده بودم که داره اجرا میشه و الان گوگل داره اونو اجرا میکنه و خلاصه یه جهان بیپایانی درست کرده و همینجور داره میره جلو. و اتفاقا یه پادکستی بود گوش میکردم میگفتن گوگل واقعا یه کمپانی چاپ پوله، جوری پول چاپ میکنه که گاهی وقتا نمیدونه باید چیکار کنه. تو سال 2024 بود فکر میکنم که یه بخش بزرگی از سهام خودش رو دوباره خودش خرید و واقعا شرکت عجیب غریبیه و سعی میکنه تو همه حوزه ها هم صدشو بذاره به اصطلاح. مثلا الان توی AI که خب اکثر شرکت ها دارن سعی میکنن شرکت های تکی واردش بشن، گوگل یه ذره دیرتر وارد شد ولی الان جزو لیدینگ بوردا تو اکثر بنچمارک هاست. هم جمنای 3 هم نانو بنانا که باش عکس تولید میشه کرد واقعا توی AI هم داره صدر جدول به خودش اختصاص میده و سخت میکنه رقابتو. شماره 2 شرکت اپل آمریکا، مارکت کپ بیش از 4 تریلیون دلار. شرکت اپل هم که نیاز به معرفی نداره، از گوشیاش میشناسیمش، لپتاپ، آیپد، سرورهای کلاودش. حالا یه چیز خیلی جالب این که یه بخش بزرگی از درآمد شرکت اپل رو همون سرورهای ابری و کلاود و آیتونز و اپل پی و
اینا تشکیل میدن و بخش کوچکتر سودش از فروش گوشی‌ها و تبلت‌هاش و لپتاپ‌هاش و اینجور چیزاست. یه نکته جالب که در مورد اپل وجود داره اینه که به خاطر اون فضای لاکچری که ایجاد کرده روی برندش میتونه حاشیه سودش رو خیلی بیشتر از بقیه شرکت‌های تکی بکنه که دارن تقریبا توی یه حوزه مشابه با اپل کار میکنن. حاشیه سود اپل مخصوصا روی گوشیاش چه چیزی نزدیک به 27% که این طبق اوریجی که بقیه شرکت‌های تکی دارن شارژ میکنن 3 برابر اوناست. یه نظر شخصی هم در مورد اپل بگم که حالا خیلی سندیتی ندارم، فقط مشاهدات شخصی خودمه و اونم اینه که چون اپل حس میکنم یه مقداری توی این مسابقه AI جا مونده از بقیه، همه منتظرن که الان دیگه مثلا امسال اپل قراره با یه چیز عجیب و خارق‌العاده بیاد و شکوفا کنه و خودشو به همه ثابت کنه و این انتظاره داره خیلی طولانی میشه و واقعا حس میکنم اگر اپل یک حرکتی نکنه، حالا چه تو حوزه AI چه تو حوزه تخصص خودش برای تغییر دادن یه چیز خاصی تو گوشیاش، یه حرکت خاصی اگر انجام نده، حس میکنم پتانسیل اینو داره که به درد نوکیا دچار بشه. و بریم سراغ اولین و بزرگترین کمپانی جهان، شرکت انویدیا، آمریکا، مارکت کپ 4.5 تریلیون دلار. انویدیا رو ما از کارت گرافیکاش میشناسیم و کامپیوترهای گیمینگ و حضورش در صنعت بازی، ولی تو سالهای اخیر خیلی متفاوت شده حضورش و الان مخصوصا توی بحث AI واقعا یکی از تأثیرگذارترینا و لیدرهای اصلی توی فراهم کردن این بستر برای رشد AI حساب میشه. و جالبه وقتی یه ذره عمیق‌تر مرور میکنیم این گذشته این ویدیو رو، میبینیم توی اتفاقات مهم دنیا یه حضوری همیشه داشته. مثلا من یادمه سالهای 2015 2016 2017 که یه مقداری بحث کریپتوکارنسی خیلی پابلیکلی برای همه روشن شد که میتونه مهم باشه و تو ایران مخصوصا خیلی بحثش بود و بحث ماینینگا خیلی باب شده بود که هر کسی میگفت آقا، مخصوصا تو ایران چون برق ارزون بود، اینجوری بود که هر کسی میخواست تو انباری خونش یه دونه ماینر بذاره که بیت کوین ماین کنه و مخصوصا شرکت‌های چینی تو اون برهه خیلی شروع کردن به خرید کارت گرافیکای انویدیا، چون انویدیا کارت گرافیکاش بهترین سخت افزاری بودن در حال حاضر تو اون بازه زمانی که میتونستن با سرعت بیشتری این الگوریتم‌های بلاکچین رو حل کنن و اون ریوارد و اون بیت کوین رو ماین کنن. و جالبه که اثرش رو اونجا دیدیم تو سال مثلا 2015 16 و حالا یه چیزی 10 سال بعد به اسم AI به وجود اومد و دوباره داریم اثر انویدیا رو میبینیم و خب بیدلیل نیست که بزرگترین کمپانی جهانه، توی یک دهه تقریبا میشه گفت توی اثرگذارترین اتفاقات جهان نقش داشته. از اون جالبتر انقدر نقشش توی AI پررنگ بوده که یه جورایی نقش سیاسی پیدا کرده. تو اوایل حضور دونالد ترامپ توی آفیس توی انتخابات 2025 ترامپ و حالا اون گروهش فروش یه سری قطعات خیلی های اند انویدیا رو به چین ممنوع کردن، چون میگفتن اگر اینا این قطعات رو به چین بفروشن اونا میتونن توی بحث پیشرفت AI با استفاده از این سخت افزار قوی از آمریکا جلو بزنن. پس اینا تصمیم گرفتن این سخت افزار رو به اونا نفروشن که خودشون بتونن توی بحث دیولپمنت AI جلو باشن و نذارن چین بهشون برسه، که واقعا یه جورایی میشه گفت این اتفاق هم افتاد. واقعا AI چینی نمیتونن در حال حاضر به پای AI آمریکایی برسن. حالا اونا یه سری ترفندا میزنن، مثلا دیپسیک توی یه بازه تو 2025 خیلی معروف شد به خاطری که تونستن الگوریتماشون رو جوری بسازن که کامپیوت کمتری نیاز داشته باشه و بتونن با سخت افزارهای ضعیفتر با همون سرعت پردازش کنن.
ولی قطعا این که جلوی صادرات این قطعات انویدیا رو به چین گرفتن تأثیر گذاشت روی پیشرفت AI توی چین. یه نکته جالب دیگه هم که در مورد انویدیا خیلی وقتا میبینم که مقایسه میکنن، به خاطری که حجم کمپانی خیلی بزرگ شده و مارکت کپ خیلی بزرگی داره، میان با اقتصاد کشورها مقایسش میکنن. یعنی یه کمپانی توی یه کشور تونسته جوری رشد کنه که مثلا با اقتصاد فرانسه، با اقتصاد ایتالیا، کشورهای کوچیکی هم نمیگم مثلا با یک کشور جیبوتی مثلا با اقتصادمون، واقعا با اقتصاد بزرگای دنیا دارن مقایسش میکنن و این خودش یه سیگنالی به ما میده که چه اتفاقی داره میفته و اگر یه کمپانی تونسته تو سایز یک کشور رشد بکنه از نظر اقتصادی، این میتونه در آینده چه تأثیراتی داشته باشه توی بحث کلاً کپیتالیسم و اقتصاد دنیا. و نکته آخر که یه جورایی جمع‌بندی کل این ویدیو باشه و ربط پیدا میکنه به اون نکته‌ای که اول ویدیو گفتم که میخوایم بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم، از این 10 تا کمپانی که معرفی کردم 8 تای اولش آمریکایی بودن و از این 8 تا همشون تکی بودن و این خودش یه جورایی داره آینده رو به ما نشون میده که 8 تا کمپانی بزرگ دنیا همشون تکی هن و همشون آمریکان و تقریبا برنامهشون برای 5 سال 10 سال آینده مشخصه. پس ما اگر بدونیم این 7-8 تا که دارن عملاً پول چاپ میکنن و سرمایه گذاری‌های سنگین میکنن، بدونیم اینا برنامهشون چیه، شاید بتونیم یه برنامه‌ریزی درستی برای خودمون بکنیم که بتونیم توی این موجی که اینا دارن ایجاد میکنن سوار بشیم و ما هم یه بهره‌ای ببریم. دمتون گرم که تا اینجا این ویدیو با من بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یا اگر سوالی دارین، نظری دارین، پایین برام بنویسین و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فعلا.